بین این شرکت‌های بیمه بهترینش به نظرت کدومه؟ تو این برنامه میخوایم با هم بهترین بیمه تکمیلی رو انتخاب کنیم. من توی داروخونه هم شکایت مردم رو نسبت به پرداخت بیمه ها میبینم و هم رضایتشون رو. و خب صادقانه بگم شکایت بیشتر از رضایت بوده. بریم تا با هم عملکرد چند تا از این بیمه ها رو بررسی کنیم. من اینجا از طرف داروخونه توضیح میدم که طی چه فرایندی مبلغی از بیمار گرفته نمیشه و داروخونه با بیمه حساب میکنه. بیمه کوثر. این بیمه سال 89 کار خودش رو شروع کرده و 4% از سهم بیمه های کل کشور رو به خودش اختصاص داده. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینین باید بدونین که فرانشیز چیه. مثلا شما بیمه تامین اجتماعی هستید و بیمه تکمیلیتون کوثره. بیمه تامین اجتماعی 70% از مبلغ داروهای شما رو پرداخت میکنه و 30% بقیه قیمت به عهده بیماره. به این 30% میگن فرانشیز. بیمه کوثر فرانشیز بیمار رو پرداخت میکنه. اگه دارویی جزء بیمه نباشه یعنی آزاده. وقتی آزاده یعنی مبلغش جزء تعهدات بیمه تکمیلی هم نیست. مثلا قرص سرماخوردگی جزء بیمه اولیه نیست. بنابراین بیمه کوثر هم اونو پرداخت نمیکنه. بیمه آتیه سازان. بیمه آتیه سازان که بیشتر فرهنگیان خصوصا معلم‌های عزیزمون تحت پوشش این بیمه هستن فقط فرانشیز داروها رو پرداخت میکنه و حتی حق فنی داروخونه هم در تعهدش نیست. بیمه دی. بیمه دی کارکنان خودش رو داره که دفترچه خاصی دارن و میزان تعهدات هر شخص با هم فرق میکنه. اما اکثرا 85 به 15 هستش، یعنی 85% مبلغ رو بیمه پرداخت میکنه و 15% فرانشیز به عهده بیماره. این بیمه جانبازان و ایثارگران رو هم تحت پوشش خودش داره که اکثرا داروهای ایرانی و بعضی از داروهای خارجی در تعهدش هستند و به صورت رایگان در اختیار بیمار قرار میگیرن. بیمه آسیا. بیمه آسیا زیر مجموعه های مختلفی داره. مثلا مدتی مجموعه دخانیات رو تحت پوشش خودش داشت که به بیمه آسیا دخانیات معروف بود. این بیمه خدمات گسترده‌ای به کارکنانش میداد. هر دارویی اعم از مولتی ویتامین خارجی، جنسی و غیره رو تا سقف 1 میلیون تومان بدون نیاز به تایید پرداخت میکرد. اما خب خیلی زود قطع همکاری کردند و کارکنان مجموعه دخانیات تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفتند. بیمه رازی. بیمه رازی افرادی رو تحت پوشش خودش داره. دوستان این که میگم تحت پوشش خودش داره واسه اینه که خیلی از افراد حق انتخاب بیمه ندارن. مثلا من یه جا استخدام شدم و به عنوان مزایا خود به خود بیمه رازی هم شدم. به هم دفترچه دادن و مبلغی رو از حقوق به عنوان حق بیمه ازم کم کردن. تعهدات بیمه رازی به صورت 80/20 و به صورت فاکتور آزاد پرداختی هم داره. مثلا میرم یه داروخونه که با این بیمه قرارداد ندارن، فاکتور خرید میگیرم، به بیمه ارائه میدم و پولش رو به هم میدن. البته نه به همین راحتی. بیمه SOS و بیمه ایران. این دو بیمه به عنوان تکمیلی جزء پرمخاطب ترین هان. البته مدتی تعهداتشون تغییر کرده و طی تماس با این دو شرکت جواب درستی ازشون نگرفتیم. لطفاً شما هم تجربتون رو از بیمه ها و نحوه پرداختشون توی کامنت ها برامون بنویسین و به همون بگین که کدوم بیمه مورد تاییده. اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد ما هر روز تو چنل فارم آنلاین داروهای مختلفی رو بررسی میکنیم. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.